ساعت 5 صبح. وقتی دنیا هنوز خوابه، یه جوری انگار درا به روی یه بعد دیگه باز میشن. بعدی که توش نه رقابتی هست، نه شلوغی، نه صدای دنیا. فقط تویی و انتخابات. 5 صبحی شدن یعنی اینکه قبل از اینکه دنیا ازت چیزی بخواد، تو از خودت چیزی خواستی. تو تصمیم گرفتی روزت رو شروع کنی، نه اینکه روزت تو رو شروع کنه. این لحظه‌ایه که تو فرمون زندگی رو از خواب میگیری و میذاری تو دستات. وقتی ساعت 5 صبح بیدار میشی، یه اتفاق مهم میفته. تو کم کم به خودت ثابت میکنی که کنترل داری. کنترل روی زمان، کنترل روی عادتات، کنترل روی آیندت. و باور کن وقتی آدم حس کنه کنترل داره، همه چیز تو زندگیش تغییر میکنه. فکر کن قبل از اینکه بقیه حتی چشم باز کنن، تو تمرین کردی، تو نوشتنیاتو انجام دادی، تو درس خوندی، تو روی رؤیاهات کار کردی. این یعنی تو یه روز 2 برابر بقیه جلو میری. 5 صبح زمان آدمای معمولی نیست. زمان آدماییه که میخوان معمولی نباشن. آدمایی که دنبال فرصت نمیگردن، خودشون فرصت میسازن. دوست من، تو مجبور نیستی 5 صبح بیدار شی، اما اگه میخوای تو زندگیت نقطه عطف بسازی، اگه میخوای ارادتو مثل عضلات قوی کنی، اگه میخوای یه نسخه قوی تر از خودتو ببینی، 5 صبح بهترین شروعه. امتحانش کن. فقط 1 هفته. بعد خودت میفهمی. طلوع خورشید یه معنی جدید پیدا میکنه وقتی قبل از اومدنش بیدار باشی.